بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت شما بینندگان اهل دانش و معرفت. امروز با حکایت 27 از بابی در سیرت پادشاهان از کتاب شریف گلستان سعدی شیرازی مهمان شما هستیم. سعدی می‌فرماید یکی در صنعت کشتی گرفتن سر آمده بود، چنان که 360 بند فاخر بدانستی و هر روز به نوعی کشتی گرفتی. یک استاد علم ورزشی کشتی 360 فن و روش برای کشتی گرفتن را میدانست که هر روز به نوعی کشتی میگرفت. مگر گوشه خاطرش با جمال یکی از شاگردان میلی داشت. دید که یک شاگردش بسیار استعداد دارد. 359 بند وی را در آموخت مگر یک بند که در تعلیم آن دفع انداختی و تهاون کردی. از آن 360 فن و روش 359 تا را به شاگرد آموخت مگر یک فن را که آموزش آن را به تأخیر انداخت. فی الجمله پسر در قوت و صنعت سر آمد و کس را با او مجال مقاومت نبود، تا به حدی که پیش ملک وقت گفته بود این پسر بسیار قدرتمند شده بود تا حدی که کسی با او کشتی گرفتن و مبارزه کردن نمیتوانست، تا آنجا که پیش پادشاه گفته بود استاد را فضیلتی که بر من است از روی بزرگی است و حق تربیت، وگرنه به قوت از او کمتر نیستم و به صنعت با او برابرم. گفت استاد من مرا تربیت کرده است، حقی پدری به گردن من دارد، حق استادی به گردن من دارد، وگرنه هیچ فضیلتی بر من ندارد. من با او برابرم، بلکه از او قوی‌تر و قدرتمندتر هستم. ملک را این ترک ادب ناپسند آمد، بفرمود تا مصارعت کنند. ملک دید که این جوان به ادبی می کند، ناپسند آمد. گفت مصارعت کنند. گفت این شاگرد با استاد کشتی بگیرند. مقامی متسع ترتیب کردند و ارکان دولت و اعیان حضرت و زورآوران اقلیم گرد آمدند. گفت یک مکان بزرگ و وسیع را آماده کردند. همه وزیران و اشرافیان و درباریان و پهلوانان شهرهای دیگر نیز آمدند. پسر چون پیل مست در آمد به صدمتی که اگر کوه آهنین بودی از جای بکندی. پسر مانند یک فیل وارد شد، به گونه‌ای که اگر به یک چیزی برمیخورد و برخورد میکرد آن را از جای میکند. استاد دانست که جوان از او به قوت اولاتر است، به آن یک بند غریب با او درآویخت. استاد دید که این جوان بسیار قدرتمند است، پس از همان یک فن و روشی که به شاگرد نیاموخته بود از همان استفاده کرد. استاد از زمینش برداشت و با بالای سر برد و فرو کوفت. غریو از خلق برآمد. استاد این شاگرد را بلند کرد و به زمین زد. فریاد از مردم بلند شد. ملک فرمود، پادشاه گفت استاد را نعمت و خلعت دادند و پسر را زجر و ملامت کردند که با پرورانده خود دعوی کردی و به سر نبردی. پادشاه گفت که استاد را هدیه بدهند و این جوان را ملامت کرد. گفت با کسی که تو را پرورش داده است و تربیت کرده است دعوا کردی، اما نتوانستی ادعای خود را ثابت کنی. گفت ای خداوند، مرا از علم کشتی دقیقه مانده بود و از من دریغ می داشت. گفت ای پادشاه، این استاد یک چیز کوچک از علم کشتی را به من نیاموخته بود و از من دریغ داشت. استاد گفت از بهر چنین روزی دریغ داشتم که حکما گفتند. حال استاد گفت که به خاطر این روز بود که من آن یک فن و روش را به تو نیاموختم. اینجا سعدی از این داستان استفاده می کند و یک سخن حکمت آموز به ما یاد می دهد
که حکما گفتند دوستان را چندان قوت مده که اگر دشمن گردد بر تو غالب شود. دوست را آنقدر قدرتمند مکن که اگر روزی با او دشمن شدی تو را بر زمین بزند. برعکس آن نیز هست، با یک شخص بسیار دشمنی نکن که اگر روزی با او دوست شدی نتوانی دیگر بر رو و چهره او نگاه کنی. نشنیده ای که چه گفت آن که از پرورده خیش جفا دید؟ گفت آیا نشنیده ای که یک استاد تمام چیزها را به شاگرد آموخت اما شاگرد جفا کرد؟ آن استاد این دو مصر و این دو بیت را گفت: یا وفا خود نبود در عالم، یا مگر کس در این زمانه ندید. در روزگار ما که روزگاری بے وفایی هست، کسی اهل وفا کردن و صداقت داشتن نیست. کس نیاموخت علم تیر از من، که عاقبت مرا نشانه نکرد. گفت من به هر کسی که علم تیراندازی و کمانزنی را آموختم، عاقبت با همان کمان و با همان علم تیراندازی خودش مرا نشانه گرفت. پس باید دقت کنیم در دوستی ها و دشمنی ها، باید عدالت، انصاف و مرزها را دقت کنیم و عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.